اگه یکی گفت بدون تو میمیرم، این عشق نیست. بعضی حرفا خیلی احساسی به نظر میاد و تهش سالم نیست. مثل این جمله: بدون تو خودمو میکشم. اولش شاید فکر کنی عشقه، اونم شدید، ولی دلتنگیه، وابستگیه. واقعیتش اینه که این جمله میتونه تبدیل بشه به فشار روانی. یعنی چی؟ یعنی طرف مقابل داره ناخودآگاه میگه اگه بری مسئول حال بد من تویی. ولی این درست نیست. هیچ کس نباید مسئول زندگی و حال روحی یه آدم دیگه باشه. عشق سالم این نیست که یکی رو با ترس نگه داریم. عشق سالم یعنی آزادی، یعنی انتخاب. یعنی اگه کسی تو رو نمیخواد، دردشو بفهمی، ولی دنبالش نری و با التماس، تهدید یا عذاب وجدان. چون واقعیت اینه، رابطه‌ای که با ترس نگه داشته بشه آخرش تبدیل میشه به خستگی، کنترل و دلخوری. و یه جا میبینی نه اون خوشحاله و نه تو. پس اگه یه روزی این جمله ها رو شنیدی، تو قرار نیست خودت قربانی کنی که کسی کنارت بمونه. گاهی عشق واقعی اینه که با وجود دوست داشتن ولش کنی و برای خوشبختیش آرزو کنی. وابستگی عاطفی رو با عشق اشتباه نگیریم. آیا تو همچین چیزی رو تجربه کردی؟